که بابا چه کار دارید میکنید؟ بابا اصلا معلوم هست شما دارید به کدوم خانه دارید حمله میکنید؟ همون خونه ای که وقتی که جبرئیل نازل میشد اگر میخواست در خانه علی بیاد. حدیث کسا رو خوندید یا نه؟ ترجمهشو بخونید یک بار بچه‌ها. این که جبرئیل اجازه میگرفت که اجازه هست من وارد این خانه شوم. پیامبری که هر وقت از مقابل کوچه فاطمه علی رد میشد دست بر سینه میگذاشت میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. پیامبری که به آن خانه سلام میکنه اینها ریختن و دارن آتش میزنن اون در رو. خیلی مصیبت وحشتناکیه. اینجا یک نقلی هستش توی تاریخ از زبان خود عمر که در واقع میاد به زور و وقتی که اون آتشی رو که روشن میکنه و میگه من شنیدم از پشت در صدای فاطمه را که صدا میزد یا ابتا، یا ابا پدر جان، یا رسول الله، کجایی ببینی که خانه دخترت رو دارن آتش میزنند و روزی نگذشته که خانه رو دارن آتش میزنند. توی نقل تاریخی که عمر میگه من اینا رو شنیدم و به عصبانیت من اضافه شد و هجوم بردم به سمت در و دیدم دست زهرا را که در را فشار میدهد و با شلاق به دستان زهرا زدم و صدای ناله زهرا را شنیدم. کمی از عصبانیت من خوابید ولی دیدم باید وارد خانه شوم و علی را بیرون بکشم. میگه ناگهان من لگدی بر در زدم و فاطمه بین در و دیوار قرار گرفت طوری که جسمش کاملا با در اصابت کرد. اینجا بود که علی بلند شد. من میخوام بگم بچه اگر یه موقعی شما روزهای فاطمیه میرید تو کوچه مثلا میشنوید امام حسن، اگر مداح از امام حسن گفت یک گریه توی روزه بالا گرفت، به خاطر اینکه امام حسن پسر بزرگتر حضرت زهرا بود، یک نوجوانی که چند سال سن بیشتر نداره و بعد میبینه یه دفعه مادرش، مثلا شما تصور بکنید الهی که نبینی، الهی که شما هیچ وقت نبینید مادرتون به زمین بخوره، ولی اگه آدم حتی تصور که میکنه جیگرش آتیش میگیره. چه بر سر امام حسن مجتبی اومد که وقتی که در کوچه و در خانه ببینه که مادرش یک موقعی نقش بر زمین شد، اصلا آدم شاید هاج و واج نگاه میکنه. اونجا بود که امیرالمؤمنین خودشو رسون به در و مقابل اونها قرار گرفت و حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد که ای فز کنیزشون بیا که محسن من سخت شد، فرزندی که در شکم داشتم سخت شد.